به ادامه برنامه خوش آمدین. صبحتان بخیر. خوشبختانه در این بخش هم بخش درمان مهماندار هستیم با پروفسور دکتر عبدالقاهر قادری، پروفسور امراض جوف و دهان و دندان. در خدمت شما عزیزان هستیم و در مورد التهاب بیره ها. شما هم اگر در این بخش مشکل دارین میتونین که با دقت کامل تا پایان بخش ما را همراه باشین و از توصیه خوب دکتر صاحب مستفید شوین. اما قبل از اینکه صحبت ها را با دکتر صاحب آغاز کنیم، بس معلوماتی آماده نشد است، میرم هم یک جا تماشا میکنیم. التهاب لثه ها یا بیره ها. عفونت لثه یا التهاب لثه یک بیماری باکتریایی است که با درگیر شدن لثه ها یا بیره ها موجب بروز چرب در حفره دهانی بیمار می شود. بروز این بیماری معمولاً با علایم مثل بوی بد دهان همراه است. عدم کنترل عفونت لثه یا بیره موجب بروز عوارض مثل آبسه، کیست دندان، پوسیدگی و عفونت دندان و در نهایت لقی دندان می شود. عفونت لثه و معنای وجود هر گونه چرک و التهاب در بافت لثه می باشد و معمولاً با بروز درد و تورم لثه ها همراه است. این بیماری به دلیل فعال شدن سیستم ایمنی مخاطی دهان و پاسخ آن به عوامل عفونی مختلف ایجاد می شود و با متورم کردن لثه و پرخون کردن آن موجب بروز ناراحتی ها و علایم اولیه بیماری در مبتلایان می شود. با شما هستیم. بسته معلوماتی رو با هم یک جا تماشا کردیم که ربط مستقیم به موضوع برنامه داشت. حالا هم دکتر صاحب شما رو خوش آمدید میگیم در برنامه. صبحتان بخیر. مشکورم از شما. به نام حضرت عنام صبح صبیح شما و همه دوستان صاحب دل بخیر. زنده و سلامت باشیم. بسیار زیاد خوشحال هستیم شما رو در برنامه با خود داریم. دکتر صاحب امروز قرار است که در مورد التهاب بیره ها بیشتر از شما بدانیم. در نخست میخوایم یک تعریف داشته باشیم. سوال بسیار خوب. اگر ما یک نگاه ژرف و تخصصی در این قسمت بکنیم و ببینید شما به التهاب بیره ها در حقیقت یک فرایند التهابی از بیره ها هست. همه میدانند که بیره ها قسمت مبرم و مهمی از بافت پارادانت است. بافت پارادانت عبارت از مجموعه نسوجی هست که اطراف ریشه دندان ها را احاطه کرده و همینطور قسمت گردنک دندان را احاطه کرده و در حقیقت دندان را در دندان خانه یا الویول مستحکم نگه می‌داره و اجزای دیگری هم بافت پارادان داره که یکی از جزها میتواند بیره ها باشه که گاه گاهی همین بیره ها تحت یک سلسله عوامل دهانی و یک سلسله عوامل بیرونی و یک سلسله عوامل عموم بدنی یا سیستمیک قرار میگیره، دچار یک سلسله امراض در مجموع همین بافت پارادانت و بیره ها میشه که گاهی اگر بیره ها التهاب بگیره این حالت به نام جنجویت یا التهاب بیره یاد میکنه و اگر دچار تحلیل شود این حالت برام پرادنتوز یاد میکنه. گاه بافت پاردان خود بافت دچار التهاب میشه که برام پرادنتیت یاد میشه، یا اگر این حالت های دیگری هم در بافت پارادان دیده میشه، یعنی حالت های تومورها و سیست های بافت پارادان دیده میشه. و حالت لیز پارادان یعنی پردنتولیز و پردنتوما در بافت پارادان دیده میشه. در کل مبحث بیره و بافت پارادان یک مبحث خیلی بزرگی در علم استوماتولوژی تشکیل میده. بیره ها اگر ما آناتومی بیره ها رو نگاه بکنیم که ما بر بیره در اصطلاح طبی جینجیوا میگیم و در اصطلاح انگلیسی که اصلا این اصطلاح یک اصطلاح انگلیسی هست نه طبی، ما برش گمس میگیم. ببینید شما همین بیره ها در حقیقت تداوم غشای مخاطی لبها و کومه های انسان هستند که اطراف ریشه دندان و در حقیقت همون کمان دندانی و قسمت سرویکس دندان را احاطه کرده و بیره ها در بین دندان ها یک قسمت را به نام پاپیل یاد میکنه، پاپیله ها را تشکیل میده که این پاپیله ها میتونه پاپیله های دهلیزی باشه و همچنین پاپیله های داخل دهانی را تشکیل میده. متاسفانه باز میخوام رو بگم که گاه بیره های ما که قسمت مبرم و خیلی حیاتی و مهمه از بافت پارادانت است تحت یک سلسله عوامل دهانی و دندانی و همینطور یک سلسله عوامل بیرونی و سیستمیک قرار بگیره و دچار التهاب میشه که بعدا ان شاء الله مفصلا روی عوامل صحبت خواهد کرد.
بسیار خوب. خب حالا این فاکتورهای اصلی و اساسی که سبب میشه التهاب بیره ها و وجود بیاد در چی است دکتر صاحب؟ ببینید شما، ما این فاکتورها را در کل به دو کاتگوری عمومی تقسیم میکنیم. یکی فاکتورهای بیرونی هستند که از بیرون تاثیر میکنند، دیگر فاکتورهای دهانی و سیستمیک هستند که در این قسمت خیلی ها مهم فاکتورهای دهانی و فاکتورهای سیستمیک هستند. ببینید فاکتورهای دهانی که منجر به التهاب بیره ها میشه، اولا که اگر ما یک دندانهای نامنظم و انحرافی داشته باشیم، دندانهای ما نامنظم باشه، فکاهای ما ناتصحیح باشه، بدون شک بیره‌های ما اولین ارگان‌های جوف دهانی هستند که دچار آسیب میشن و دچار التهاب میشن و دیگر امراض در قسمت جوف دهان و دندان ما و همینطور بیره‌های ما دیده میشن. فاکتور دیگری که عدم حفظ الصحه هستند، یعنی ما دندانها را وقتا فوقتا نمیشوییم و یا اگر بشوییم نادرست دندانها را ما توسط برس و کریم بشوییم و یا همینطور ما زبان را شستشو نکنیم، بیره ها را مساج ندیم، از نخ دندان، از خلال دندان استفاده نکنیم، از دهانشویه ها استفاده نکنیم، بدون شک بافت پارادان و همینطور بیره های ما دچار التهاب میشه. فاکتور دیگر یک طرفه جویدن غذا است که متاسفانه خیلی از دوستا این چیز را اهمیت نمیدن، متاسفانه یک طرفه غذا را میجوین. خود جویدن یک طرفه امراض بسا زیاد دهانی دندانی رو ایجاد میکنه، من جمله التهاب بیره ها. تنفس دهانی هم یک فاکتور بارز دیگه هست که میتواند منجر به التهاب بیره ها و سایر امراض خطه دهان و دندان و حتی سیستم تنفسی انسان و سایر سیستم های بدن شود. بجز از این فاکتورهای دیگه هم میتونه در جوف دهان که منجر به التهاب بیره ها شود. از جمله ای است که ببینید شما گاه همون حالت لعاب دهان ما اگر کاهش پیدا بکنه یا ساختار بیوشیمیایی همین لعاب دهان ما اگر تغییر بکنه، یعنی همون پی‌اچش تغییر بکنه و غلیظ شود این لعاب دهان ما، بدون شک ما دچار التهاب بیره و سایر امراض‌های خطه دهان و دندان. اگر ما از دندانه‌های مصنوعی و پوش و پروتزها استفاده بکنیم که این پوش و پروتزهای مصنوعی معمولاً کهنه باشن، فرسوده باشن و یا غیر معیاری باشه، بدون شک ما دچار یک سلسله امراض خواهیم شد. از جمله التهاب بیره ها رو به وجود میاره. یک سلسله فاکتورهای سیستمیک هم میتونه منجر به التهاب بیره ها و سایر امراض در بافت پارادان در مجموع شود که از جمله کمبود بعضی از ویتامین ها، مخصوصا ویتامین گروه بی یا بی کمپلکس ها میتواند، کمبود ویتامین A و ویتامین C میتواند و همینطور کمبود یک سلسله الیمنت ها و مینرال های دیگر میتواند منجر به التهاب بیره ها شود. یا اینکه یک سلسله امراضی در قسمت سیستم اندوکراین ما اگر باشه، یعنی شکر داشته باشیم و یا اینکه جاغر داشته باشیم، امراض عصبی و روانی میتواند، امراض قلبی میتواند، امراض فشار بلندی میتواند، امراض در گرده های ما خیلی میتواند تاثیرگذار باشد. حمله ها و اسقاط ها یا سکته های مکرر میتواند منجر به این، کم خونی ها میتواند، هیپاکسی یا نارسایی اکسیژن میتواند. همه فاکتورهای سیستمیک، یعنی همه امراض که به گونه مزمن و مدهش در یک از سیستم های بدن باشه، بدون شک تاثیرش روی بافت پارادان و روی جوف دهان داره، چون صحتمندی دهان، صحتمندی همه بدن و همینطور کسالت دهان، کسالت همه بدن و کسالت عموم بدن برعکس روی سلامت جوف دهان و دندان هم تاثیر خودش داره و در ضمن یک سلسله فاکتورهای بیرونی هم تاثیر گذارد در التهاب بیره ها، از جمله تروماها یا آسیب‌هایی که خصوصا در وقت ورزش و تمرین کردن اگر بر دندان ها و بیره ها وارد شود و همینطور اگر ما از دخانیات، موده‌ات، مشروبات الکلی استفاده بکنیم، بدون شک اینا تاثیر خودش داره. یعنی به این نقطه میرسیم که التهاب بیره ها یک مبحث و یک گفتمان خیلی ها بزرگ است و همینطور از طرف دیگر که عوامل بسا زیادی داره. پس چه خوب است که ما این عوامل را بدانیم و از خود ما مهار بکنیم تا اینکه ما در حقیقت امراض خطه دهان و دندان را وقایع کرده باشیم. دقیقاً دکتر صاحب. حالا روی اعراض و علائمی که ما میتونیم در این قسمت تشخیص بکنیم در چی هست دکتر صاحب؟ سوال بسیار خوب. این سوالی است که پیوسته دوستا و مراجعین ما از ما طرح میکنن. ببینید شما عوامل التهاب بیره ها را ما یعنی متفاوت است، نظر به نوع التهاب بیره ها فرق میکنه. ما انواع بسا زیادی از التهاب بیره ها را داریم. یک التهاب بیره های عادی داریم که به نام کاترال یاد میشه و همینطور یک سلسله التهابات زخمی داریم که یک قسمتی از بیره های ما زخمی و خونشار می باشه، یا اینکه اتروفیکی داریم، هیپوتروفیکی داریم و دیسکوماتوزی داریم. یعنی
انواع بسا زیاد خودش التهاب بیره‌ها دارد که نظر به نوع اینا همون نشانه ها و علائمش متفاوت است. اما در کل اگر ما یک بازنگری بکنیم، اولین علائم و نشانه التهاب بیره‌ها این حساسیت دندان ها هست. میتونه در دندان ها حساسیت ایجاد شود، در جوف دهان بوی نامحدود، بوی استشمام شود و همینطور ذائقه ما تغییر بکنه و بیراهای ما خونشار شود، خصوصا در وقتی که ما دندان ها رو بشوییم و یا از نخ دندان و خلال دندان استفاده بکنیم و همینطور در ضمن خونشاری میتواند بیراهای ما تغییر رنگ بکنه. تغییر رنگ خودش یک از علائم خیلی ها بارز و مبرم به التهاب بیراها هست. تورم هم میتواند در التهاب بیراها دیده شود. انهدام بافت خود بافت پارودونت و دور شدن بیراها از دندان ها هم یک حالتی هست که در التهاب بیراها دیده میشه و در کل به این نقطه میرسیم که بجز از این یعنی عواملی که ما در حقیقت التهاب بیره را به وجود آورده و نوع التهاب بیره در قسمت نشانه ها خیلی ها تاثیرگذار است. پس چه خوب است که ما در حقیقت وقایع بکنیم و خوشبختانه 100% التهاب بیره ها قابل وقایع و همینطور قابل تداوی هست. بسیار خوب. دکتر صاحب، عوارضی که میتونه در قبال داشته باشه، خطراتی را که میتونه در پی داشته باشه این التهاب بیره ها در چی حد است؟ میشه که بیشتر در این قسمت هم معلومات بده؟ سوال بسیار خوب. ببینید شما، خطرات و عوارض جانبی التهاب بیره ها خیلی ها زیاد است. آنچه که دوستا فکر میکنه اینطور ساده هم نیست، اما متاسفانه التهاب بیره ها را جدی نمیگیرن. ببینید شما، التهاب بیره ها میتونه عوارض مدهش دهانی و همینطور عوارض سیستمیک داشته باشه و حتی عوارض روانی داره. عوارض دهانیش این است که اگر التهاب بیره تداوی نشه، یک بوی نامطبوع استشمام میشه و همینطور دندانه های التهاب جوف دهان را فرا میگیره، تانسل های ما را فرا میگیره، گلوی ما را فرا میگیره، حلق ما را فرا میگیره، یعنی لرنگیت ها و فرنگیت ها و حتی ساینوسیت ها به وجود میاد و همینطور رینیت ها را در بینی ایجاد میکنه. بالاخره به استوماتیت ها را به وجود، التهاب به اصطلاح زبان را به وجود میتونه، گلاسیت ها را به التهاب لب ها، خیلیت ها را به وجود میتونه بیاره. در کل میتونه عضوهایی که در جوف دهان و عضوهایی که در مجاورت دهان قرار داره اینها را متاثر بکنه. پیریودونتیت های دندانی رو میتونه به وجود بیاره و همینطور در کنار از این دندان های ما رو جنبنده بکنه و دندان ها زودتر از بین بره. دندان های تقریبا 3 مرتبه زودتر از بین میره اگر بافت پارودون مصدوم باشه و بیره ها دچار التهاب باشه. همینطور یک سلسله عوارض بر عموم بدن ما داره. تب پیوسته بلند میره در این افرادی که به گونه مزمن دچار التهاب بیره ها باشه و در کنار از کسالت عموم بدن دیده میشه. یک سلسله امراض قلبی، یک سلسله امراض فشار بلندی، یک سلسله امراض همین باکتریا هایی که در خود بافت پارودون و در بیره است به شکل ترانسفر بر سیستم هاضمه نفوذ پیدا و سیستم تنفس نفوذ پیدا میکنه و حتی مشکلات در مغز ما، در حافظه ما، در سیستم بینایی ما، سیستم ضعف را در سیستم ایمنی ما ایجاد میکنه. یعنی همه سیستم های بدن را در کل متاثر میکنه و از طرف دیگر بوی نامطبوع در جوف دهان ایجاد میکنه که این بوی نامطبوع در حقیقت همون بر روان ما تاثیر منفی میگذاره و فرد در یک انزوا و انحصار اجتماعی قرار میگیره و از نگاه زیبایی هم میتواند همون زیبایی بیره های ما را، زیبایی دندان های ما را برهم بده و در حقیقت ما به عدم زیبایی برسیم و این منجر به این میشه که ما دیگر یک لبخند خوب نداشته باشیم و اعتماد به نفس خود را از دست بدیم. ما میدونیم که افرادی که اعتماد به نفس نداشتن در امور کاری و شغلی خودشان فائق‌تر و کامیاب‌تر نمیباشن. دقیقاً. و حالا هم میخوایم که اشاره به این داشته باشین، خیلی مهم است دکتر صاحب، کوتاه در قسمت حفظ الصحه و اینکه شستشوی دندان ها و همچنین راه های حل کوتاه اگر گفت. ببینید شما، ما اول باید فاکتورهای خطرزا را مهار بکنیم. یعنی اگر ما وقتا فوقتا دندان ها را بشوییم، از نخ دندان باید استفاده بکنیم، زبان را شستشو بکنیم، بیراه ها را باید مساج داده شود، شسته شود و همینطور از دهانشویه ها استفاده شود، از نخ دندان و از خلال دندان باید استفاده شود. در کنار از این اگر ما افرادی هستیم از دندان ها استفاده مصنوعی استفاده میکنیم، بهتر است این پوش و پروتزهای مصنوعی به گونه معیاری استفاده شود و همینطور تنفس دهانی باید نباشه و همینطور در کنار از این میخوام در قسمت تداوی در گذشته تداوی‌ها متفاوت بود، اما خوشبختانه حالا تداوی التهاب بیره ها 100% هست. ما به گونه ویتامینوتراپی و مساج الکتروفارز میتونیم که امروزه التهاب بیره ها 100% تداوی بکنیم و پس چه خوب است که ما یک چکاپ بکنیم اگر فعلا به التهاب بیره ها گرفتار هستیم تا اینکه همو از عوارض مدهش از این ما جلوگیری کرده باشیم. زنده و سلامت باشین. تشکر از حضورتان. خب دوستای عزیزی بود داشته های برنامه صبح خورشید و مخصوصا بخش درمان که اگر شما دوستای عزیز هم در این بخش میخواین مشکل داشتین میتونید که از توصیه دکتر صاحب بیشتر بیاموزین و همچنان در زندگیتان پیاده بسازین. تا برنامه بعد و دیدار بعد شما رو به خداوند پاک میسپاریم. لحظات اوقات خوش داشته باشین.